محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی و عزیز و نازنین هستیم و خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. خوشحالی مجدد که خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شاکر. بنده خوشحالم در خدمت شما و دوستان عزیز بیننده باشم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات، عبادات، مخصوصا همین عبادتی که الان مشغولن که از بهترین عباداتشون محسوب میشه. شما با گفتگو درباره معارف دین در راستای رسالت پیامبران حرکت میکنید، چون پیامبران برای تعلیم و تربیت اومدن و این گفتگو هم باز نتیجهش میشه تعلیم و تربیت. معلومه که خدا شما رو دوست داشته که پای این برنامه نشستید. امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خدا بنده رو دوست داره، میخواد خیر بهش برسونه، او رو در دین آگاه میکنه، معرفت دینی پیدا میکنه. و پیامبرم فرمودن که طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا فان الله یحب بغاة العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. آگاه باشید، خداوند طالبان علم رو دوست می‌دارد. شما هم که الان با این برنامه و با سوالای خوبی که میپرسید طالب علم می‌شید، انشالله محبوب خدا، انشالله که نتیجه برنامه گامی در جهت معرفت دینی باشه انشالله. انشالله. خیلی ممنونم استاد، به برکت پرسش‌های خوبی که عزیزانمون دارن و پاسخ‌های دقیق و فنی شما در جهت معرفت الهی هست انشاءالله. خب این سوالاتی هستش که ما از طریق 3720 شما زحمت کشیده ارسال کردین و میدونم خیلی الان مشتاقانه منتظرن ببینن که سوالشون پرسیده میشه یا نه. شما میتونه اگر سوالی براتون پیش آمده یا پیش خواهد اومد از طریق همین سامان پیام کوتاهی که دوستان در حال زیرنویسش هستن سوالتون رو مطرح بکنین و ما انشالله از استاد بپرسیم. آقا اجازه هست؟ مخلصیم. گفتن اگه یه ظالمی با علم و آگاهی کامل به دیگری ظلم کنه، طوری که کل زندگیشو تحت تأثیر قرار بده و توان دفاع در مقابل این ظلم هم نباشه، از نظر اسلام چی کار باید کرد؟ یا صرفاً باید به خدا واگذار کرد؟ خب فرض اینه که کار دیگه نمیتونه بکنه دیگه. کار دیگه بکنه که خب حتما باید اون کار انجام بده و پذیرش ظلم گناه داره. بهش انظلام میگن. یه وقت انسان مظلومه، خب چاره نداره. یه وقت منظلمه، منظلم گناه، او هم شریک ظالمه. میتونه از خودش دفاع کنه، دفاع نمیکنه. فرقی با ظالم نداره که او دفاع میکرد ظلمی وجود نداشت. وقتی کسی کاری نمیتونه انجام بده، دیگه کسی هم نداره به دادش برسه. امام باقر میفرماید که پدرم امام سجاد وقتی داشت از دنیا میرفت منو در آغوش کشید و فرمود فرزندم، پدرم یعنی امام حسین هنگام شهادتش آخرین لحظاتی که حضرت بود منو در آغوش کشید. وقتی نفس میکشید از سوراخ‌های زره خون میجوشید. اون آخرین حمله حضرت بود که به شهادت رسید با امام سجاد خداوندی. بعد امام حسین علیه السلام فرمود که پدرم هم در آخرین لحظات عمرشون منو در آغوش کشید، یعنی امیرالمومنین علیه السلام اینجوری فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد ناصرا علیک الا الله عز وجل. فرزندم بر حذر باش از ظلم بر کسی که جز خدا یاوری نداره، که خدا سریع به دادش میرسه و زود انتقامشو میگیره. در کتاب وسایل شیعه جلد 11 که اون بحث جهاد با نفس مطرح کرده، یه باب تحت همین عنوان باز کرده. روایات خیلی متعدد که ظلمی که مظلوم چاره‌ای نداره، تنها یاورش خداست. چند تا روایت نقل کرده که خداوند نسبت به این خیلی عنایت ویژه داره و سریع به دادش میرسه، هم در دنیا آخرت هم که خب معلوم. بنابراین اگر چاره‌ای نداره خب باید به خدا واگذار کنه و خدا هم سریع الانتقام نسبت به این موضوع. اینو روایت زیاد داره. در آخرت هم خب به اندازه حقی که از این مظلوم ضایع شده از اعمال خوب ظالم میگیرن
میدن به مظلوم که جبران بشه. نشد از گناهان مظلوم میگیرن به حساب عالم میذارن تا حقش جبران بشه. ضمن اون عذاب خاص خودش هم ظالم در قیامت داره و خدا هم به این مظلوم که بدون تقصیر و بدون اینکه خودش دخالت داشته باشه حقی از داشته دچار رنج و اذیت شده، خدا اونجا بهش عوض میده به خاطر این آلام و رنج هایی که در دنیا تحمل کرده. خیلی ممنونم استاد. گفتن اگه ممکنه قدری رو درباره کیفیت رجعت صحبت بفرمایید و اینکه آیا افرادی که قرار هست رجعت کنند دوباره متولد میشوند و یا اینکه به یک باره در جایی ظاهر میشوند؟ اولا که رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست. جلد 53 بهار قریب 200 تا روایت راجع به رجعت نقل کرده. مرحوم شیخ راملی هم صاحب وسائل شیعه کتابی راجع به رجعت داره، بیش از 600 تا روایت اونجا نقل کرده. در قرآن هم آیاتی داریم، شاید قریب 20 تا آیه داریم در قرآن که فقط به رجعت مربوط میشه. این آیه که میفرماید یوم یحشر من کل امة فوجا، این که در روزی که از هر امتی یک گروه خاصی محشور میشن، قیامت کبرا نیست، چون در قیامت داریم که به حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه رو محشور میکنیم احدی باقی نمیذاریم. اما اون روزی که عده خاصی محشور میشن هم روز رجعته که عده‌ای برمیگردن. هم در قرآن داریم رجعت عزیر پیامبر بعد از 100 سال، رجعت اصحاب کهف بعد از 309 سال، رجعت حدود 40,000 نفر از بنی اسرائیل بعد از سالها، آیه 243 سوره بقره، و رجعت‌های فراوان در قرآن گزارش شده. به همین دلیل اصل اعتقاد به رجعت از مسلمات اعتقادات ماست. امام صادق فرمودن کسی که 3 چیز رو قبول نداشته باشه جز شیعیان ما حساب نمیشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر. بله، این 3 تا اینقدر مهمه، امتیازات اعتقادات شیعه است. مطلب دوم این که منظور از رجعت اینه که عده از مؤمنان محض و عده از سران کفر و نفاق قبل از قیامت در زمان ظهور امام زمان به دنیا برمیگردن. مؤمنین برای اینکه در تحقق اون وعده الهی، اون قیام امام زمان کمک کنن، دوران استکمالشون تکمیل بشه. چون شهیدی که در 18 سالگی شهید شد، این اگر عمر میکرد ممکنه کتاب‌ها می‌نوشت، شاگردا تربیت میکرد، مراتبی از کمال رو طی میکرد که فرصت نکرد دیگه، در نوجوانی رفت، در جوانی رفت. و 3 مردم از وجودشون استفاده بکنن. مردم از وجود امام حسین علیه السلام استفاده نکردن. دوران امامت امام حسین 10 سال بود. احادیث فقهی که از امام حسین داریم به تعداد انگشتان دست نیست، چون مردمش مراجعه نمی‌کردن. کسی اونجا نفهمیدن امام حسین رو، امیرالمومنین رو نفهمیدن. اینا دوباره برمیگردن به دنیا. میلیاردها انسان، بلکه صدها میلیارد انسان صدها سال از وجودتون بهره میبرن. این هم فلسفه سوم رجعت. اما نسبت به سران کفر و نفاق 2 تا فلسفه داره. یک، اینا کیفر دنیویشون رو ندیدن، حد الهی درشون اجرا نشده، باید در دنیا مجازات بشن، نشدن. 2، اون سران، اون پیروان و گمراهشون بفهمن که اینا چی بودن و دست از گمراهی بردارن. این مفهوم رجعت بود. اشاره شد به همین تعریف مشخص شد که رجعت همگانی نیست، عده خاصی رجعت خواهند داشت. علتش عرض کردم. اما به چه شکلی رجعت میکنه؟ اون چیزی که ظاهری اینه که روح به همین بدن برمیگرده. چون مثلا داریم اولین کسی که در دوران رجعت برمیگرده امام حسین علیه السلام هست، داره که حضرت سر از خاک برمیدارد یا از خاک بیرون میاد. در روایت داریم که به مؤمن میگن که امام زمانتون ظهور کرده، دوست داری همینجا که برزخ هستی باش، میخوای برگردی به دنیا میتونی برگردی، و کسی دلش بخواد برگرده برمیگرده به دنیا. تو اون دعای عهد هم داریم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته لعبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی کفن بدوش شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و الباد. از این برمیاد که از همین هویت روح به این بدن برمیگرده و همین هویت دوباره زنده میشه و میاد بیرون و زندگی جدیدی رو شروع میکنه. منتها نه روح عوض شده نه جسم عوض شده. روح همون روحی که در عالم برزخ بوده، حالا دوباره برمیگرده به دنیا، مثل عزیر پیامبر.
100 سال مرد برگشت به دنیا. حالا فرض کن اون طرف هم 500 سال مرده دوباره برمیگرده به دنیا و دوران رجعت خواهد بود. عرض کنم که ائمه علیهم السلام همشون رجعت دارن. امام حسین اولین کسی که رجعت داره، متولی کفن و دفن امام زمان امام حسینه. او حضرت قدس میده، کفن میکنه، دفن میکنه امام حسین علیه السلام. بعد امیرالمومنین علیه السلام، بعد هم ائمه علیهم السلام به دنیا باز خواهند گشت و از کدام صدها سال. حالا ممکنه که مکرر هم آقا امیرالمومنین فرمودن ان لی رجعاتون و کراتون، من رجعت ها دارم، کرت ها دارم، بازگشت ها دارم. به هر حال این دوران رجعت من خلاصه عرض کردم. اگه دوستان خواستن مراجعه کنن به همون بهارالانبات جلد 53 بهار مراجعه بکنن. کتاب هایی هم هست. آقای به نام اصغر بهمنی از اساتید دانشگاه فرهنگیان کتابی داره تحت عنوان شبهات رجعت، پاسخ به شبهات رجعت. میتونن به این کتابا مراجعه کنن و اگه باز سوال جزئی داشته باشن، چون من میخوام راجع به رجعت صحبت کنم، 5 تا برنامه هم صحبت کنیم. این سوال مشخصشون اون راجع به کیفیتش بود که آیا دوباره متولد میشن؟ شما فرمودین نه، همون بدنه. آخه این یه ذره باورش مثلا چجوری از تو خاک تو قبر رو میان؟ طبیعی که نیست، خلق عادت دی. عادتاً که نمیشه کسی مرده دوباره زنده بشه که. خب این یک اتفاق در واقع معجزه است. پس بله، که میفته خلق عادته. آره، همین این که این معجزات رو مردمان وقت میبینن، معجزه رجعت رو که امام حسین و امیرالمومنین و حالا یه شهدایی که مثلا حاج قاسم سلیمانی رو خیلی‌ها به اصطلاح معتقدن که برمیگردن رجعت میکنن و اینها، خب دیدن دوباره اینها برای مردمون از خودش به نظرم بزرگترین حجت برای اینه که آقا آخرالزمان و امام زمان و اتفاقات. همین دلیل هم دیگه اونا که سرشون عذری نمیپذیره. اونا دیگه نمیتونن عذری داشته باشن که ما تا قبل از اون هر کس. بله، واسایی که ما الان داریم طوریش با ما رفتار میشه. عرض کنم که اونها اون که بر ما رفتار میشه 1/100 اونها نیست، 1/1000 اونها نیست. سختگیری است و خیلی هم شدید سختگیری، چون دیگه همه چی روشن و واضح و عیان دیگه برای کسی بهانه باقی نمیمونه. بعضیا باز هم زیر بار نمیرن، چون که در زمان پیامبرم میدیدن معجزه رو میدیدن، گفتن سحره، هذا سحر مبین. خودشون می‌خواستن معجزه پیامبر انجام بدیم، گفتن اگه انجام بدیم ما ایمان میاریم. پیامبر معجزه رو انجام میگفت درخت بیا جلو، درخت میآمد. خب بره سر جاش، بره سر جا، میرفت سر جاش. بگو نصفش بیاد جلو. اینو تو نهج البلاغه هست. این معجزه درخت نصف بیاد جلو. حضرت فرمود با یک صدای وحشتناکی درخت از وسط نصف شد. نصفش اومد انقدر نزدیک شاخ و برگاش رو سر ما. گفتن خب این نصفا بره سر جاش. بعد که همه تمام شد گفتن که عجب، هذا سحر مبین، چه سحر عجیبی. اون موقع این چیزا هست، ولی خب دیگه حجتی برای کسی باقی نمیمونه. زود باش برخورد میشه، برخورد شدید. غیر از زمان ماست که خیلی عفو و بخشش زیاده. خیلی خوب، آدم خیلی مشتاق میشه که اون دوران. این بس مفصلی است. ما جزئیات بله نگفتیم، فقط یه اشاره کردیم، تعریف کردیم و فلسفه‌شو گفتیم و نحوه رجعت رو گفتیم. فرمودین منابع رو که کتاب‌ها و جلد زیادی رو اختصاص دادن به موضوع رجعت علما. بله. دست شما در نکنه. اسم اون کتابی گفتین باز مردم بیشتر که جلد 53 بهار بود که قریب 200 روایت اونجا به 160 خورده منتها چون تکرار زیاد توشون هست به حدود 200 تا میرسه. کتابی مرحوم شیخ خور عاملی صاحب وسائل شیعه داره. ایشون خودش میگه من 1200 تا روایت داشتم راجع به رجعت. که حالا اون 60 تاش 600 تاش اینجا جمع کرده. 600 تا بیش از 600 تا روایت رو تو این کتاب جمع کرده. این آخرین کتابی که فرمودین که مردم میتونن، این پاسخ به شبهات رجعت آقای اصغر بهمنی نوشته. ایشون چون مسجد ما میاد گاهی هم از ما سوالاتی داره، کتاباش هم به من میده، هر کتابی که می‌نویسه رو من میده. اساتید دانشگاه تربیت این کتابشون مورد تایید شما هم هست. تایید که تا حدی که پاسخگوی بعضی از سوالات رجعت باشه. خیلی ممنونم استاد، دست شما در نکنه. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم، بعد من بقیه سوالات شما رو با افتخار میپرسم. بله، خیلی ممنونم که همچنان دارین برنامه خودتون تماشا میکنین. پرسیدن استاد که آیا هنگامی که از موضوعی مثلا از رفتار پدر و مادر ناراحت باشیم و بعد با خدا درد دل کنیم، حتی گلایه هم بکنیم، آیا ناشکری حساب میشه؟ یا اینکه از موضوعی رنجور باشیم و با خدا درد دل کنیم و ناراحتی خودمون رو بیان کنیم، بازم همون دیگه ناشکریه؟
نه این اشکال نداره. با خدا انسان صحبت کنه، راز و نیاز کنه، گله کنه، البته اشتباه میکنه که به خدا میگه مثلا چرا فلان چیزی من ندادی، اشتباه میکنه چون مصلحتش نبوده و خدا بعدش نمیخواد. اما با خدا عیبی نداره. اون چیزی که بعد اینه که انسان شکایت خدا رو به دیگران، به بنده های خدا ببره، پیش بنده های خدا ببره شکایت خدا، این بده. یا اینکه ناشکری اونه که واقعا نعمتی باشه که انسان نعمت رو نفهمه یا قدرش رو ندونه. اما اینکه کسی دچار مشکلی شده، مثلا پدر مادر اذیتش کردن، این که نعمت نیست که. اذیت پدر مادر که نعمت نیست که این کفران نعمت کرده، شکر نعمت رو به جا نیاورده. بله یخ میگه خدا این چه پدر مادری که برای من خلق کردی، این دیگه ناشکری میشه. اما اینکه پدر مادر کار اذیتش کردن، این از این اذیت گله میکنه پیش خدا، اونم پیش خدا، پیش دیگران باشه غیبت میشه و آثار و پیامدهای خیلی وحشتناکی داره. پیش خدا چه اشکال داره؟ حتی شاید بدم نباشه، حتی خوب باشه اصلا. بله همین اصلا اذیتی از طرف پدر مادرش میشه پیش خدا مثلا. بله این خیلی خوبه که انسان با خدا راز و نیاز کنه، حتی از خدا هم به خدا شکایت کنه اب نداره. البته اشتباهه، یعنی حتما اشتباه میکنه، ولی حال در این حال که اشتباه میکنه از خدا پیش خدا شکایت میکنه. خیلی بهتر از اینه که پیش کسی دیگه بگه. آره تو دعاها داریم که من از عذاب تو به تو پناه میبرم، از تو به تو پناه میبرم. مثل بچه‌ای که مادر مثلا کتکش میزنه از خودش میرانش، بچه یه دور میزنه باز میاد تو دامن مادر، چون جای دیگه پیدا ندارم غیر از نسبت به خدا خیلی خوبه. اما نسبت به غیر خدا یا اینکه انسان بخواد شکایت پدر و مادر پیش دیگران کنه، هم غیبت کرده، اگر راست باشه غیبت کرده، اگر دروغ باشه تهمت زده، هم حق پدر و مادر رو مراعات نکرده، آبرو پدر و مادر رو برده، هم اون چیزی که باید به خدا میگفت و به بنده خدا گفته. پیش دیگران اشکال داره، اما پیش خدا نه اشکال نداره. ممنونم استاد. گفتن آیا درسته که بر روی خواسته خودمون پیش خدا پافشاری کنیم و اینکه زمان استجابت دعامون رو تعیین کنیم؟ مثلا من تا فلان موقع حتما باید دعا مستجاب بشه. دعا یک مباحثی داره، من فهرست مباحث رو عرض میکنم. ما تو مسجد خودمون هر شب یک شنبه شبها شرح صحیفه سجادیه داریم. قبل از اینکه صحیفه شرح بشه من راجع به دعا صحبت میکنم. شاید الان 3-4 ساله که این برنامه بوده، 7-8 فصل تا حالا گفتیم. یک اهمیت و ضرورت دعا، حقیقت دعا، ماهیت و حقیقت دعا، شرایط استجابت دعا، موانع اجابت دعا که دعا رو حبس میکنه، آداب دعا که خیلی زیاده، آثار دعا، این هم خودش یک دامنه بسیار وسیعی داره. اون اصلا نمازهایی که باعث استجابت دعا میشه. درست. چه کسانی دعاشون مستجاب هست، چه کسانی دعاشون مستجاب نیست. این فصول رو ما گذراندیم تو این چیز هست. این که شما فرمودید که از آداب دعاست. یکی از آداب دعا اینه که انسان اصرار کنه، سماجت کنه. خداوند اصرار بنده رو پیش بنده دوست نداره. بنده از من تقاضا میکنم، شما موافقت نمیکنید، دیگه خدا دوست نداره که من بخوام سماجت کنم، اصرار کنم. این خوب نیست. اما نسبت به خودش دوست داره که بنده اصرار کنه. از آداب دعاست. عرض کردم اون فصل‌ها رو گفتم، موانع هست، شرایط هست، حقیقت هست. اونا نه، از آداب دعا اصرار بر دعاست و این خوبه. خدا دوست داره اصرار رو. پس هر چه که انسان بیشتر سماجت کنه، بیشتر اصرار کنه، بیشتر مورد عنایت خداست. این که خودش بخواد برای خدا تکلیف تعیین کنه، خب این از آداب دعا نیست، بلکه خلاف ادبه که به خدا بگه تو باید فلان جور به من بدی یا فلان کار مثلا انجام بدی یا اینکه فلان زمان. یه وقت میگه خدا